داستان امروزمون رو میشنویم از زبان خانم شایسته. اسم من شایسته است و 26 سالمه. من دختر اول خانواده هستم. پدر مادرم آدمای به شدت سنتی هستن. برای همین من و خواهر برادرم خیلی چشم و گوش بسته بودیم و اونقدر ساده بودیم که هر کی هر چی میگفت باور میکردیم و در چارچوب قوانین خانواده بودیم. کاری نمیکردیم که پدر مادرمون خوششون نیاد. سالی یه بار لباس میخریدیم و با همون خوش بودیم. اگه بگم من تا قبل ازدواجم یک بار لاک به ناخونام نزدم دروغ نگفتم. صورت من و خواهرم پر مو بود. ما حق اصلاح کردن نداشتیم. از همون سن کم مامانم وسیله میخرید میآورد خونه، میگفت دارم برای شما جهیزیه میخرم. خونه ای که دختر توشه زن خونه باید به فکر جهاز باشه. با همین تیپ فکری وقتی 17 سالم بود، چند ماه بعد از گرفتن دیپلمم، بابام با جمله دختر مثل گوشت میمونه، اگه بیرون باشه گربه میخوردش و اگه تو خونه بمونه بو میگیره، منم خوشحال از این که میشم خانم خونه خودم، به عقد پسر یکی از همکارای بابا به اسم آرش در اومدم. بعد از عقد متوجه شدم خانواده آرش سنتی تر از خانواده منه، اما این موضوع رو پذیرفتم چون برام سخت نبود. تو دوران عقد از طرف هر دو خانواده ها ممنوعیت هایی داشتیم و باید برای رابطه جنسی تا شب عروسی صبر میکردیم. هرگز نتونستم با این تفکر کنار بیام. همیشه به مامانم میگفتم عقد که میکنی رسما زن و شوهرین، حتما باید یه لباس شیک بپوشیم و به فامیلا شام بدیم تا به هم محرم بشیم. اما مامان با همون رفتارای همیشگی میگفت بی آبرو میشیم دختر. منو ساکت میکرد. من و آرش با هم عقد کرده بودیم، اما مثل دوست پسر دوست دختر بودیم. اون حق نداشت بدون پدر مادرش خونمون بیاد یا حتی شب رو خونه ما بمونه. اگرم قرار بود بیرون بریم، خواهر کوچیکش نگار با ما می اومد. خلاصه 10 ماه با این شرایط سپری شد و پدر آرش جشنی رو به عنوان عروسی ترتیب داد و بعد از عروسی من و آرش طبقه پایین پدر مادرش ساکن شدیم. زندگی مشترکمون رو بعد از یه سفر ماه‌عسل به مشهد شروع کردیم. زندگی من و آرش سخت‌تر از زندگیم تو خونه پدرم بود، چون پدر مادر آرش به شدت تو همه چیز نظر میدادن و گیرای زیادی میدادن. من حتی نمیتونستم یه آهنگ با صدای عادی گوش بدم. سری مادر شوهرم میومد و میگفت کم کن، ما آبرو داریم، صدا میره بیرون و از این حرفا. یا وقتی یکم آرایش میکردم به هم میگفتن یه بارکی چادرت هم بردار برو بیرون، چه لزومی داره زن با آرایش بره بیرون؟ اگه یه بار من و آرش میخواستیم بریم خرید، باید آمار دونه بدونه یه چیزایی که خریدیم رو بهشون میدادیم. تو یه کلام اگه بخوام بگم، اونا فکر میکردن با این کارا مراقب زندگی بچهشون هستن. این رفتارا رو تا یه جایی تونستم تحمل کنم. بعد به آرش پیشنهاد رفتن از خونه پدرش رو دادم. آرش قبول کرد، ولی خانواده‌اش به شدت مخالفت کردن و همینم باعث شد که بین من و پدر مادرش بحث بالا بگیره و در آخر ما با نارضایتی و قهر از اونجا اساس کشی کردیم. پدر شوهرم هم که قسط وام ازدواج ما رو میداد، دیگه قسط رو واریز نکرد و ما خودمون باید از اون به بعد علاوه بر اجاره خونه قسط بانک رو هم میدادیم. آرش مرد خوبی بود و از اونجا نقل مکان کردنمونم باعث آرومتر شدن زندگیمون شد. اما تنها مشکلی که بود این بود که آرش هیچ وقت تو زندگیش اینقدر زیر بار مسئولیت نبود و همیشه از طرف پدرش حمایت می شده. حالا که باید بدون حمایت روی پای خودش میموند، براش سخت شده بود، اما به روی خودش نمی آورد. یه روز تصمیم گرفت که یه ماشین با شرایط اقساطی بگیره و بعد از تعطیل شدن از کارخونه چندین ساعت هم مسافر کشی کنه تا بلکه چرخ این زندگی روونتر به چرخه. یه پراید مدل پایین با قرض و قله از شوهر خالش در ازای چک و وام کمی که از بانک تونست بگیره خرید. کار خودشو شروع کرد. اون روزا منم سر کار میرفتم. منشی یه مطب بودم. کار کردنای بیوقفه آرش و خرجایی که اون ماشین رو دستش میذاشت آرش رو روز به روز خسته تر میکرد. اون از صبح تا عصر 12 ساعت تو شرکت کار میکرد و عصر هم تا ساعت 1، گاهن حتی تا ساعت 2 شب مسافر جابجا میکرد. زندگیمون با هر سختی که بود پیش میرفت تا اینکه اون اتفاق مثل یه رعد و برق به رابطمون زد. یک شب که آرش از فرط خستگی خوابش میومد ولی همچنان در حال جابجا کردن مسافر بود، با یه مینیبوس تصادف میکنه.
اون شب وقتی از بیمارستان با هم تماس گرفتن، سراسیمه خودم رو به اونجا رسوندم و وقتی جویای حال آرش شدم به هم گفتن که باید بعد از عمل ببینیم در چه وضعیتیه. مسافری که سوار ماشین بود پاش شکسته بود، اما آرش خیلی بد آسیب دیده بود. خیلی زود پدر مادر آرش به بیمارستان اومدن و با دیدن من شروع به توهین و فحاشی کردن و گفتن این تویی که باعث شدی آرش به این وضعیت بیفته، دختر یه نحس. اما من سکوت کردم. عمل آرش انجام شد و بعد از 3 روز دکتر متخصص اون رو به من و پدر مادرش گفت متاسفانه آرش قطع نخاع شده و ما هم تمام تلاشمون رو کردیم، اما آرش باید از این به بعد به زندگی نباتی خودش تا پایان عمرش ادامه بده. اون حتی قدرت تکلم هم نداره. میبینه، میشنوه، اما نمیتونه پاسخ بده و تکون بخوره. اون لحظه انگار سطل آب یخی روم ریختن. گریه های مادر شوهرم بند نمی اومد و پدر شوهرم هم با کنایه میگفت بلند شو خانم، اونی که باعثشه باید از خدا بترسه. چند هفته بعد آرش مرخص شد و پدر مادرش اجازه این که ببرمش خونه خودم رو به هم ندادن و اونو به خونه خودشون بردن. آرش مثل یه تیکه گوشت گوشه ی حال روی تخت افتاد و من حتی فرصت پرستاری ازشم نداشتم. چند باری که به اونجا رفتم مادرش منو فاحشه خطاب میکرد و میگفت این همه سال بچه‌مو رو چشمام بزرگ کردم، چند سال با تو بود به خاک سیاه نشست، تو اونو از اینجا بردی و داغونش کردی، نمیخوام دیگه ببینمت فرشته عذاب. بعد هم منو از خونه بیرون کردن. الان 1 سال از آخرین باری که آرش رو دیدم میگذره. طلاقمو گرفتم و تمام وسایلی که مربوط به آرش بود رو با وانت به خونه پدریش فرستادم. من راهی جز طلاق نداشتم، چون نه آرش توان حرف زدن داشت و نه توان دفاع کردن از من رو. نه پدر مادرش اجازه میدادم برم ببینمش. گاهی با خودم فکر میکنم که اگه من تو خونه پدر آرش زندگی کرده بودم آیا بازم این اتفاق میافتاد؟ بازم آرش به این روز میافتاد و ما مجبور بودیم از هم جدا زندگی کنیم؟ خیلی ناراحتم برای سرگذشتم، اما راهی هم ندارم به جز پذیرش. دوستان عزیز، ممنون که تا این قسمت از داستان همراهمون بودید.